و اختر چه رازی نو په خوشحالی راشه، اختر چه رازی نو په خنده راشه. عیدتان مبارک باشه. هر جای کسی خدا براتان یک عید ده عید بسازه. عیدتان تبریک باشه. از طرف غریبای عید براتان 1000 بار تبریک میگیم. روز همیتا دوستا از همینا بایپارایم است. در روز یک چکر میرم این بوتایشون یک رنگ روغن کده تازه کده برشان میتم. یعنی دیگه جانجوری و تنیسیت از زیا از شما از جمله دوست و عزیز و کلمه گوی محمد رسول الله در پناه الله باشند. ما به فعالیت قبل ایدی خورا باش میتم یک کم چیزی کم از خوب با ایدی قبول کردید نه میگه از 2 ساعت شاید نیکوست برک سب سوپیتن باز میتون مبارک باشه چون روز اول عید است. ما اومدیم امروز سماجان که بعد از یک ماه که روزه داشتیم و رمضان بود اومدیم که اینجا بشینیم برگر بخوریم دور از دلتان دوستا جایتان خالی. سلام عزیزای بیننده، خدا کنه خوب و صحتمند باشین. عید شما مبارک و من سایلا سلطانی هستم. ما امروز آمدیم همچون همکار نازنین دارم با سلام ساما جان قند، خوب است؟ عید مبارک. سلام سایلا جان قند، عید شما مبارک. عید همه هموطنان عزیز مبارک. امیدوارم یک عید خوب و خوش داشته باشید و در کنار فامیلایتان، در کنار دوستایتان و خوش هستم که امروز روز اولی در کنار دوست عزیزم سایلا جان هستم. همچون امروز مردم هستیم خیلی خوب. ما امروز دوستا آمدیم، ما ساما جان قند امروز آمدیم که امروز هموطنان خود روز اولی رو تجلیل کنیم. خب خیلی هم تا فعلا خوش گذشت و مردم هستن بعضیاشون هنوز که کلچه نبردن که کلچه میبرن خانه و بعضیاشون هم فکر کنم از مسجد نمیبرن دیگه. دوستای نازنین برنامه را همراهی کنین دیگه که باش ببینیم ساما جان ما چی میته چی میخره بر ما منتظرش هستم. و شما نازنینا میتونین چنل تو ما رو سابسکرایب کنین و در صفحات فیسبوک، اینستاگرام و تیک تاک ما رو فالو کنین و همچنین دوستان منتظر کامنتاتون هستم. و اگر شما گفتین در ساما جان بفرمایید. سلامت بخیر باشین سایلا جان. دیگه ان شاء الله عیدی ما برات میتم و ما مال دیدی میگیرم. امروز آمدیم با سایلا جان که روز اول عید با هموطنای خود تجلیل بسازیم. آنان که بیرون بر آمدن و آنان که آمدن که با کار خود خواستیم که امروز اونا را تنها نگذاریم و در کنارشان باشیم، یک چند دقیقه لبخند بالا باشن ایجاد بسازیم. با ما همراه باشین با هدف میدیا. عزیزای بیننده شما رو باز دوباره خوش آمدید میگم. نازنینا دیگه ما گفتیم قرار زرا میریم توی کارتچار است و ساما جان گفتن که یک شیر بسراییم من با پشتو با چه یک لفظ شیرین یک زبان نازنین کشور ما دیگه گفتیم بفرمایید. تشکر سایلا جان. باز هم خواستیم که در جریان یادی برنامه لاوالش که سایلا جان خسته نشن دیگه ما قدم زده میریم و اختر چه رازی نو په خوشحالی راشه، اختر چه رازی نو په خنده راشه. ما ته د یارانو حوال راوړه، اختر چه رازی نو مسافران سره راشه. امید لرم چې هغه مسافران چې د وطن نه لرې دي، د خپل کورنۍ نه لرې دي، راشي وطن ته او خپل کورنۍ سره خپل اختر ولمانځي. بیا هم د هدف میډیا چینل ته ټول ته اختر مبارکي وایم. امید لرم چې د ټولو د ښه اختر خو فامیل سره ښه دوستان سره ښه اختر ولري. مننه د ټولو نه. سلامت باشین عزیزای بیننده، سلامت باشین که ما رو همراهی میکنین و قسمی که براتون یادآورم شدم برنامه ما رو بیننده باشین که امروز بخیر روز اولی است. برآمدیم بیرون همراه مردم میخوایم عیدی بکنیم، ببینیم مردمای ما همین هموطنان ما چی خریدن چی میکنن و بسیارشون به خاطر کار امروز هم برآمدن. ساما جان دیگه ما رو بیننده باشین و همچنین کامنت ها فراموش نشه. نازنینا منتظر کامنت هاتون هستم و یک بار هم تشکر از اون دوستای ما که بسیار کامنت های مثبت داده بودن.
سلامت باشین. ما همراهی کنیم. سلام عرض ادب دارم به همه بیننده های هدف میدیا. باز هم عید سعید فطر را به همه گی تبریک میگیم. امروز در پالوی کاکا جان هستیم که میخوایم با کاکا جان یک تبریکی داشته باشیم. سلام کاکا جان. علیکم و سلام علیکم. همچنان برای شما، برای جمله دوستا عزیزا بیادرها اعضای فامیل خرد و بزرگ تبریک باشد. قربانتان کاکا جان. خدا کنه که شما امروز عید بخیر آغاز کرده باشین و یک روز پر از موفقیت هایتان و انشالله که امروز هم سر کار برآمده. امروز هم دوستا از همینا بایپارای است. در روز یک چکر میرم این بوتایشون یک رنگ روغن کده تازه کده برشان میتم. یعنی دیگه جانجوری و تنیسیت از زیا از شما از جمله دوست و عزیز و کلمه گوی محمد رسول الله در پناه الله باشند. این دوارم میکنم برشان. برای شما خداوند متعال شکر، یک نیک و سهولت و عزت و یک غریبی جسم احتیاج نیست. یعنی هزار بار خدا شکر است. سیاه به سهولت به عزت کارم میشود. شما واری خوارا بیادرها همه میاد یک کار بار کده میخزن میروند یا در یک بود در پس ده بود رنگ کنن 100 روپه میشود. واقعا امروز میبینیم که کاکا جانمون به کار برآمده و سر شهامتشان افتخار میکنیم. سر شهامت بودنش، سر مردان بودنش افتخار میکنیم. واقعا زحمتایی که میکشن و خداوند برشان رزقشان هم بیشتر بسازن و رزق حلاله که به دست میارن جای افتخار ما هستن. خب کاکا جان پیام آخری اگر داشته باشین. پیام سلام میگم برای کلی دوست عزیز و نام شما تلمیزونا، برای خوار و مادر و اعضای فامیل و بیادرها همیشه رو سرخ باشن، کمر بسته باشن، همیشه مت دست به دعا باشن، با خدا باشن، در پناه خدا باشن. خدا نگوانتان. روز خوش دیگه به خدا میسپارمتان. قربانتان کاکا جان. با همراه شما دوستا. تشکر کاکا جان. باز امید خوش سپری داشته باشین، عید خوش داشته باشین انشالله که باز میبینین. دیگه خوب دوستای عزیز عید با کاکا جان صحبت کردیم. انشالله که اینا امید خوش داشته باشن. آمدن اینجا کار کردن. ما هم خواستیم که با هموطنای خود عید تجدید بسازیم. سلام ترامبات مجدد دارم دوستای نازنین. خدا کنه خوب صحتمند باشین و از همراهیتون سپاسگزار هستم. دوستا همراه خود یک مرد مهربان با خود دارم. سلام کاکا جان، خوب هستی؟ سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب جان جو خیرت. سلامت باشین. عیدتان تبریک. شما هم تبریک باشه. سلامت باشین. چی میکنین در روز اولی درآمده؟ یعنی کراچی سینی توپا را سودا میکنیم، کراچی وانی میکنیم. بازی توپایتان دانه چند سودا میکنین؟ دانه 40 پا 30 پا برابری دیگر چی که سودا شد. خب تا چند چقدر سودا کنین کاکا؟ یک دانم نفروختیم تا بالا. خب خیر ان شاء الله خداوند دعا میکنیم که تا آخر همین روزا کلش سودا شوه. خب اگه تبریکی بگیم به نازنینای ما. عیدتان مبارک باشه. هر جای کسین خدا براتون یک عید ده عید بسازه. عیدتان تبریک باشه. از طرف غریبای عید براتون هزار بار تبریک میگیم. زنده و سلامت باشه کاکا جان. اگه کدام پیام یا کدام گفتنی دیگه دارین؟ بس پیام گفتنی نمیست که غریب مردم هستیم، اگه از خدا میشه شما میشه که چیز کمک به می غریب بیچاره کنه بسیار خوبتر میشه. زنده و سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر. سلام مجدد دارم دوستای عزیز. دوباره خوش آمدید و اما قسم که درام بودیم گزارش نام گرفتیم. خدا لذت برده باشین از گزارش و همچنان دیگه دوستا باز میتونم مبارک باشه چون روز اول عید است. ما اومدیم همراه سلمان جان که بعد از یک ماه که روزه داشتیم و رمضان بود آمدیم که اینجا بشینیم برگر بخوریم. دور از دلتان دوستا جایتان خالی و همچنان فراموش نشه سلمان جان به ما باید تیپی بدید. سلام عرض ادب دارم به همه بیننده های هدف میدیا. بازم عیدتان تبریک باشه. امیدوارم که عید خوب و خوش در کنار فامیل هایتان داشته باشین، در کنار دوستایتان. اگر همدیگه خود خفه هستین باید در روز خوشی آشتی کنید و همدیگه خود آغوش بگیرید چون یک روز خوشبختی و خوشحالی هستن و مثل ما و سایلا جان همیشه صمیمی باشیم. خب دوستای عزیز شما میتونید با دوستایتان رفیقایتان
با همو کارخوندایتان که بسیار صمیمیستین میتونیم بیرون براین بیاین سایه کارتیچار ما خماش رفتیم کارتیچار پولسار کارتیسی را گشتیم و گزارش براتون گرفتیم حالا ما آمدیم یک برنامه شروع کنیم دو از و همچنان میخوای گپ تایی کنه با من باید درست است چون سوالا جان دوستم از دیگه حق داره که باید بشنیم و خوشحال هستم که امروز روز اولی در کنار دوستای خود هستیم و کارتیچار آمدیم برای گزارش گرفتن و حالا هم برگشت خیلی هم خوش گذاشت خیلی هم واقعا مردم واقعا آدم پاس باره روحیه میگه چی یک مردم غیر بود داریم افغانستان چقدر مردم اعتماد به نفس بلند داشتن با وجودی که مشکلات هست و خصوص خانم‌ها را ما دوستای زیاد دیدیم ولی متاسفانه حاضر نشدم که برای ما گزارش بدم یا مصاحبه بگیریم ازشون بسیار خانم‌های این اعتماد به نفسشون خیلی بالا برآمدن در سرکا کار میکردن شجاعتشون خیلی خوازم میگه که بتی کنم اومدید حتما ما به سوال جان قبل ایدی خورا باش میتم سلامت باشید یک کم اگه چیزی کم از خوب ایدی قبول کنید نه میگه از دو سر چوید میکوز برگ سبز تو پیترش ما میخوایم بر خود گرچه میکنم در خونه هم هست ما میخوایم بر خود ایدی بدم دیگه دوسته ازش ایره ما میمونم به کتابچه خاطرات اینا که یک چیز خاطره باشه من ما دیدیم که دوستای ما برگر آوردن با ما تشکر میکنیم از برگر فروشی الهام کارتیچار سلامت باشن که لطف کردن و با ما برگر آوردن انشالله که ما از ساله جان ایدی خود گرفتیم و ایدی هستن دیگه انشالله با ما باشین با هدف میدیا برنامه های دیگر تحقیق کنیم دوباره خوش آمدین دوستان ناظرین ما ساماجان کم خسته شدیم گفتیم بیایم میره بشینیم یک نوشیدنی گرفتیم با هم دیگه خدا کنه شما خوشتان آمده باشه گزارش امروزی ما و گزارش لذت برده باشین و چنل یوتیوب ما سابسکرایب کنین فیسبوک اینستاگرام و تیک تاک هم فالو داشته باشین اگر گفتنی دارین ساماجان بفرمایید باز هم عیدتون تبریک باشه بنده عزیز چنل یوتیوب هدف میدیا را دنبال کنید و برنامه‌های عید با هدف میدیا بیننده باشین که ما فردا برنامه‌های مختلف و دلچسب داریم که شما بیننده باشین و خیلی برنامه‌هایی هستن که واقعا شما را انرژی مثبت میدن تشکر از این دم که ما را همراهی کردین هر کجایی که باشین موفق و سربلند باشین عیدتان بازم گرامی باشین من برای خود میخوایم که به تمام هموطنان عزیز خود تبریک بگویم و حرفای دیگر خود خانم سامت گفتم وقتم باشه